این جای حافظان بود بادا مبارک بر شما. این مجلس قرآن بود، این منظری رحمان بود. این جای حافظان بود بادا مبارک بر شما. ای حافظ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. آیت 270 سورة بقره. در ارتباط انفاق الله احکام و مسائل بیان کرد و شرایط قبولیت انفاق بیان کرد. باز مانعین هم بیان کرد که شیطانای انسی و جنی کوشش میکنن که مسلمان در راه الله انفاق نکنه. پس راه نجات از شیطان چی است؟ حکمت است، یعنی علم پخته و قول و عملی که محکم باشد. قرآن و سنت، علم قرآن و حدیث که به صورت عملی کسی داشته باشد و این نعمت الله است. این انسان از وسوسه های شیطانی انسی و جنی نجات میده. در این آیت الله یک موضوع دیگر را بیان میکند که هر قسم نفقات که شما میکنین که واجب است یا غیر واجبه یا نظر میکنین، الله با او علم دارد. اگر صحیح بود جزای خیر میته، اگر نبود باز سزا میته. با وجودی که مالتان میره در دنیا هم خیر و فایده نداره و در آخرت هم نداره و حتی الله جزا هم میته. اگر کسی به خاطر ریا صدقه کنه یا منت گذاری کنه یا در راه نامشروع پول خود مصرف کنه. و ما انفقتم من نفقه، و اموالی را که مصرف میکنین شما، من نفقه نفقه، او نظرتم من نظر یا نظر میکنین از یک نوع نظر کردن، فإن الله یعلمه، بدون شک الله یعلمه میداند، به او عالم است و علم داره. و ما للظالمین من انصار، نیست از برای کسایی که ظالم است، گناهگار است، مشرک است، من انصار کسی مددگار، یعنی کسی را نجات داده نمیتونه. در این آیت گفتیم الله انواع نفقات بیان میکنه. ما کلمه است که متضمن شرط است، باز فإن الله جزایش میشه. آن چیزی را که مصرف میکنین، انفاق میکنین، من نفقت، هر نوع نفقی که باشد، یا این نفقی خرد باشد یا کلان باشد، مشروع باشد یا غیر مشروع باشد، که اخلاص دو باشد یا دو ریا باشد، نمایش باشد و منت گذاری باشد. هر قسم نفقی که است، خرد است، کلان است، نفلی است یا فرضی است، الله با او عالم است. او نظرتم من نظر، یا ای که نظر میکنین از یک نوع نظر کردن. نظر اصل یک چیزی را گفته میشه که انجام دادن یک چیزی که اول با بالا انسان واجب نمی باشه، انجام میازه. وقتی که نظرش کردی باز انسان با بالای خود واجب میسازه. و نظر هم عبادت است و این باید فقط به خاطر الله شود. کسایی که نظر غیر الله میکنن، حالی که میگن نظر فلانی است، نظر بیبی است، نظر فلانی حسن است، حسین است، علی است، یا نظر فلانه پیر صاحب است، به نام غیر الله نظر میکنن. اینا نظرهای شرکی است و در اسلام قبول نیست. اگر نه نظر در اسلام است، نظر عبادت. او نظرتم، یا نظر میکنین من نظر، از یک نظر مشروع که به خاطر الله است، یا غیر مشروع که به خاطر غیر الله می باشد. دلش عبادات بدنی باشد یا عبادت مالی باشد، مشروط به شرط باشه یا نباشه، معین باشد یا غیر معین باشد. نظر کردن فإن الله یعلمه، بدون شک الله با او علم داره. مثلا یکم تا مشروط شام قبول کردم، مذهب حنفی میگه اگر مشروط به شرط هم باشد نظر عبادت است، قبول میشه. یا کسی میگه که یا الله اگر فلانا مسافر ما آمد، ما یک گوسفند ذبح میکنم در راه الله، اینی نظر میشه. یا یک گاو میکشم، یا 10,000 روپیه به فلانی میتم، اینی را نظر میکنم. اینو میره هم اکثریت میگه که میام صحیح، باز اگر نامد نمیته. ولی دیگران میگن که اینجا یعنی این کارش مربوط به دنیا شده، که اگر این کارو مکردی یا الله میتم، اگر نکردی نه،
میگه تو کار نکنه، بلکه نظر به خاطر الله بکند، مشروط به شرطش نکنه و وفا کردنش باز واجب است. مثلا یک کسی میگه که یا الله در رکعت نماز نفل به بالای ما واجب باشه، به بالای من نظر باشه، بازی دیگه واجب است که انجامش بده. یا یک چند روپه پول میگه. صحابه قبلا نظر کرده بود، رسول الله صلی الله علیه و آله میفرمود نظرایتان وفا کنین. در قرآن هم الله میگه یوفون بالنذر و یخافون یوما کان الشر مستطیرا. در سورة انسان وفا میکنن به نظر و روزی که سخت است میترسن. پس اگر نظر میکنین شما به یک نوع نظر کردن که نظر هم نظر مالی است که در راه الله پولتان مصرف کنین، فإن الله یعلمه، بدون شک الله عالم است به او. عالم است چی معنی؟ اگر نیتتان خیر بود، ریا نبود، مال حلال بود، الله قبول میکنه. و اگر نه نیتایتان خراب بود یا مال حلال نبود، الله قبولش نمیکنه. خب و مال ظالمین من انصار، از برای ظالم مددگار نیست. اشاره به سوی عزیز که بعضی نظرهای شرکی است، نفقات شرکی است که در راه غیر الله مصرف میشه. اینجا ظلم هم شرک شامل است، هم گناه را. پس مشرک کسی مدد کرده نمیتونه، یعنی بر مشرک کسی شفیع شده نمیتونه. هیچ کسی در راه غیر الله نظر کرده، نظر غیر الله، این شرک است. مثلا ممی که نظر به نام قبرها و به نام زیارتها و مشرکین به نام بتای خدا نظر میکردن، یا نفقه میکنن، مال خدا مصرف میکنن به ضد اسلام، به ضد مسلمان ها، یا هم کافر مشرک میشه. الله میگه برای تو مشرکا و ظالما کسی مددگار نیست. یا یک کسی نیتش صحیح نیست، عقیده مسلمان است ولی به خاطر ریا و منت گذاری مصرف کرده مال خدا، یا هم ظالم است. الله میگه این گناهگارم کسی مدد کرده نمیتونه. اشاره به سوی وعید است به عذاب دنیا و آخرت که در نفقاتتان و نظرتان یک شرعی باشد مطابق قانون اسلام. مال حلال مصرف کنید و نیتایتان صحیح کنید، اگر نه با جزا داره. بعضی ها میگوین از این آیت میگه از این فهمیده میشه مال ظالمین من انصار که شفاعت نفی شده است، یعنی برای کافر شفاعت نیست. جوابش است که این آیت خب مطلق است، ولی دیگه آیت های مقید وجود داره که شفاعت ها برای کافر نیست، اما برای مؤمن شفاعت است. شفاعت بعد از اجازه الله وجود داره. ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ان تبدوا الصدقات، اگر آشکارا و اظهار کنین صدقات را، فنعما هي، پسی بهتر است آشکارا کردن. و ان تخفوها، اگر به صورت پنهان بکنین صدقات را، و تؤتوها و بدهین الى الفقراء، به فقیرا به صورت پنهانی، فهو خیر لکم، پسی از برای شما خیر است، افضل و بهتر است، منفعتش بالاتر است از اظهار کرده. و یکفر عنکم من سیئاتکم، می پوشاند الله دور میکنه عنکم از شما مؤمنینی که صدقه میکنین، من سیئاتکم بعضی گناه و مصیبتایتان. والله بما تعملون خبیر، الله به او اعمالی که انجام میتین خبردار است. در اینجا در ارتباط صدقه بعضی موضوعات دیگر را بیان میکند. انفاق فی سبیل الله که او است که آیا به طریقه آشکار مصرف شود یا به طریقه پنهانی داده شود، کدامش بهتره؟ ان تبدوا صدقات، اگر اظهار بکنین صدقات را. این صدقات اگر که بعض مفسرین میگه نفلی و فرضی را شامل میشه، خصوصا در اینجا صدقه فرضی را شامل میشه که زکات است. صدقات جمع از صدق گرفته شده به معنای صحت و کمال می باشه، زیرا صدقه هم سبب کمال مال انسان میشه و سبب صحت مال از بین نمیره که صدقه کنه. اگر شما صدقات اظهار بکنین که عبدالله بن عباس میفرماید که زکات باشد، اظهار کردنش افضل است. هدف اینجا مال زکات، پسی بهتر است و مردم تشویق میشه. مثل که نماز است، آدم نمازهای نفلی را در خانه میخواند، پنهانی میخواند. نمازهای فرضی را باید در جماعت بیاید. اینجا زکات که است، بعض علما میگه که ضرور است که علنی داده شود که مردم بفهمه و نیتش باید صحیح باشه و نیت عمومی باشه که دیگرها بفهمن و تشویق شوند. دیگرها هم دمی جرأت پیدا کنند که زکات بتن در راه الله.
و یا اگر نفلی هم باشد، این صدقات ظاهر کنین نفلی باشه، یعنی غیر از زکات باشه، دیگه صدقات باشه، این را علنی بیتی به خاطر تشویق مردم یام سعیست. به خاطر تشویق مردم علنی صدقه میتی، انفاق میکنی مالتا به مردم، یعنی خبر میشه. این هدف تمیز که مردم تشویق شود، یام صحیح است، این کدام ممانعتی نداره. اگر که جمهور علما مفسرین میگویند که هدف از صدقات اینجا نفلی است، ولی از عبدالله ابن عباس از ضحاک اینا روایت است که صدقه که علنی است او در زکات می باشد، واجب است. ابداع کنین، اظهار بکنین، ظاهر بسازین از صدقات را، فنعم هی، نعم شیء و شیئا هی است، بهترین چیز است هی امی اظهار کردن صدقات، امی صدقاتی که به صورت علنی داده شود بهتر است، یعنی دیگه هم خیره. و این تخفوها، اگر پنهان بکنین این صدقات را به فقرا بدین، بازی بهتر است از برای شما، یعنی افضل تر است. که اینجا یک سوال پیدا میشه که اگر ما گفته باشیم که اگر هدف می باشه که هدف از صدقات فرضی باشد، با ضمیر تخفوها راجع به سوی ازی شود، معنای تو میشه که اگر می صدقات فرضی را پنهان کنین با فقرا بتین بهتره. پس یک صدقه چه قسم هم پنهان میشه که فرضی باشد بهتر از ثوابش، و هم اگر علنی و ظاهرا داده شود، آشکارا داده شود، ضمیرها اگر راجع به سوی صدقات شود. سوال جوابش است که در اینجا از نگاه بلاغت یک چیز استخدام میگن. استخدام می است که با اعتبار اسم ظاهر یک معنا دو می باشد، وقتی که ضمیر راجع شد با دیگه معنا دو گرفته میشه. این تبدو صدقات، این اسم ظاهر بود، هدف از این صدقات فرضی بود که زکات بود، مال زکات. اگر این شما علنی بتین بهتر است. ولی ضمیر تخفوها که ها ضمیر راجع شده به صدقات، باز در اینجا هدفش صدقات نفلی است، یعنی غیر از فرضی که زکات است. و این تخفوها، اگر پنهان بکنین شما همین صدقات نفلی را که غیر از فرض است، و توها الفقراء، و اما به فقرا هم بتین، یعنی مصرفش هم فکرتانه بگیرین که به فقیر باشن، مسکین و محتاج باشن، به اینا بدهین. فهو خیر لکم، پس امی پنهان کردن بهتر است از برای شما، خیر است، یعنی ثوابش بالاتر است، افضلتر است نسبت به چی کرده؟ با آشکارا کرده. و در این باره حدیث صحیح بخاری هم است که رسول الله صلی الله علیه و آله می فرماید که سبعة یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله. 7 گروه مردم است که الله اینا را در سایه خود در روز قیامت می داشته باشد، روزی که هیچ سایه نیست مگر سایه الله است، یا با آفتاب از بسیار شدید گرمیت. 7 نوع گروه مردم در سایه الله می باشد. خب بسیاری شد در حدیث نام گرفته که پادشاه عادل است، یک مردی است، یکیش امام عادل، پادشاهی که عادل باشه. دیگه شون اون مردی است که رجل قلبه معلق فی المسجد، مردی که دلش معلق به مسجد است، یعنی دلش همیشه به مسجد ارتباط داره، قلبش اویزانه. از این مسجد که برآمد پس میگم ما برم، پس در مسجد برم. بسیار خوش است که در مسجد باشه و عبادت بکنه و بندگی بکنه. یکم دفعه مردم ما شما در مسجد تو قنم میشینن، میگریزه فرار میکنن، وقت زیاد تیر کنین در مسجد. حالا یکم دفعه میشه کسایی که در نماز صبح میان تا میال تلاوت میکنه، چقدر ثوابه. از مسجد که برآمد پس میگه بیایم در مسجد، یعنی قلبش به مسجد ارتباط داره، مسجد بسیار خوش داره که عبادت کنه. و مکان عبادت اصل خو مسجد دیگه جای هم است، ولی اصل یک فضای بسیار آرام و یک فضای بسیار پاک، فضای بسیار درست مسجد برای عبادت جور شده. خصوصا نماز جماعتی خب باید واجب است که در مسجد خوانده شود. نماز با جماعت قلبش معلق در مسجد است. حتی در این باره بعضی ها میگه که نماز مثلا ساعت خود سعی کردن میره که پس نماز فرض میرسه که پس بره برو به مسجد. و قرآن خواندن در مسجد ثوابش بالاتر است از بیرون مسجد کردن. قسمی که رسول الله صلی الله علیه و آله گفت که آیا یکی از شما عاجز است که برود یک چند تا شترا را در راه الله صبح وقت بره در راه الله صدقه کنه و هیچ کدام گناهی هم نکنه؟ ولی گفت کل ما خوش داریم صحابه، یا حدیث بخاری است. پس رسول الله صلی الله علیه و آله گفت عاجز شده یکی از شما که بره یک آیت قرآن یاد بگیره در مسجد، معنا و مفهومش تعلیم کنه.
یا قرائت کنه. در هر آیتی که در مسجد میخواند گویا که شتر در راه الله ذبح کرده. پس شما در مسجد تلاوت کردن خواندن این ثوابش بسیار بالا، ولی مسجدهای ما فعلا خالی است. متاسفانه که افغانستان نمیبینی که مردمش بشینن میتو خب زیاد مسجد پر باشه، نصف باشه، مردم قرآن بخوان. در کشورهای همسایه ما پاکستان اینجا اونجا ببینی مسلمانایش بسیار تلاوت در مسجد میکنن، خورد کنانش روی سفیدش، مسجدهایشان پر است. کشورهای عربی مسجدهایشان پر میباشه. اینجا تو افغانستان کمونیستا اینجا بودن، بیدینی زیاد بودن، مسجد نمی اقامت پس فرار میکنه. حتی نماز فرض خانه ذکر هم نمیکنه، چت بگریز که نمیگریزی از مسجد. فقط بگوی که مسجد هیچ خوش نداره که در مسجد باشه. پس رجلی که قلبش معلق در مسجد باشه دیگه شاب نشا فی عبادت الله، جوانی که بزرگ می شود در عبادت الله، کلان جوانیش در عبادت الله تیر میشه. الله ما را از این جمله بگردان. جوانی در عبادت الله ای در سایه الله در روز قیامت، این بسیار درجهش بالاست. کوشش کنین که کل زندگی ما در عبادت همی جوانا خصوصا اگر این جوانی خو یک مرحله دیوانگی و عیاشی و بی‌بندوباری است، ولی را در عبادت الله تیر کردن، این در سایه عرش الله است. و دیگه کسی که امو جوانی که یک زنی بسیار صاحب جمال و صاحب حسب و نسب از این تقاضای گناه را میکند، فحشا و زنا را، این میگه که من از الله میترسم کار زنا را انجام نمیدم به خاطر ترس الله، تقاضا از پیش شما نکنم. اینی هم در سایه عرش الله میباشه. حال خود جوانا میگردن پشت یاف نمیشه. این که اگر تقاضا شوا و این کارم نکنه اینی بسیار. اینجا نقطه ایمان است. اینجا که آیا ایمان داری که مانید شوا یا نه اینی معلوم میشه. تقاضا از پیشت بکنه یک دختری هم که بسیار زیبا باشه، صاحب جمال، تو دختر خراب هم نه، دختر خراب باشه یک هم دفعه دل آدم نمیشه. اینی وقت است که اگر ترکش کردی ردش کردی و هم بخاطر الله، نه که بخاطر ترس مردم و گپ مردم و سه با روز تاون نشه سرم کدام گپ، این گپای دیگه نه، بخاطر الله یم در سایه عرش الله می باشه. و یک نفر دیگه هم گروپ کسی است که صدقه میکند میگه با دست راست میته، راست هم دست چپش خبر نمیشه، یعنی پنهانی میته، این هم در سایه عرش الله می باشه. و الله ما شما را از این جمله بگرداند که پس کوشش کنیم که به اینمی خیرها همه اعمال خیر انجام داده بریم تا که به می درجات خدا برسانیم. پس اینجا الله میگه و این تخفو اگر پنهان کنین صدقات را و بدین به فقرا، کسایی که محتاج است، فهو خیر لکم، این بهتر است از برای شما، ده این خیره، خیر دنیا و آخرت. خب دیگه چی؟ دیگه ای که الله میفرماید و یکفر عنکم من سیئاتکم، میرزاند، یکفر از تکفیر با معنای پنهان کردن، پنهان میکند الله عنکم از شما مسلمانان من سیئاتکم، بعضی گناهتان، یعنی دور میکنه، من تبعیضیه، بعضی گناه توسط صدقه از بین میره. سیئات از سیئه و حالت بد گفته میشه، مصیبت ها هم شامله، مصیبت هایتان هم الله وسو میکنه. یک حدیث به درجه حسن میرسه که میگه صدقه السر تطفئ غضب الرب، صدقه سر پنهانی دور میکند غضب رب را، غضب الله را دور میسازه. صدقه کردن بسیار سیئات مصیبت هایتان الله وسو میکنه، گناه هایتان میپوشانه و میریزانه، مصیبت هم در اینجا شامل است. والله بما تعملون خبیر، الله به اون اعمالی که انجام میتین خبیر، خبردار است. یعنی چی معنا؟ بعضی از اینجا میگن که از محالات پنهانتان خبر است. پس اگر صدقات را قسمی میتین که کسی خبر نمیشه، الله میگه ما خبردار هستم، ما خبر شدیم، بس درجه پیش موجود داره و اعمال پنهانی تان خبردار است. لیس علیک هداهم ولکن الله یهدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون. لیس نیست علیک بالای توی پیامبر هداهم هدایت ازمی، کسایی کافر است مومن نیست، یعنی براه راست روان کردنشان با بالای تو ذمه‌واری واجب نیست، ولکن الله یهدی، لیکن الله یهدی میرساند و برای راست روان میکند، من کسایی را یشاء که اراده کند الله،
و ما تنفقوا من خیر، آنچه که مصرف میکنین، من خیر از مال فلانفسکم، فایدهش از برای نفس ذات خودتان است. و ما تنفقون، مصرف نکنین الا ابتغاء وجه الله، مگر به خاطر طلب کردن روی الله. و ما تنفقوا من خیر، آنچه که مصرف میکنین از مال، یوفی الیکم، پورا داده می شود به شما ثوابش، و انتم لا تظلمون، ظلم نمیشه به بالای شما که کدام چیز ثواب کم شود. چقدر در دیگه موضوع به ارتباط انفاق بیان میکنه و سخت ترغیب است که مالتان در راه الله مصرف کنید و هدفتان فقط رضایت الله باشد، دیگه هدف نی. همون که بعض علما میگن که می حدیثی که در بخاری است انما الاعمال بالنیات، خو اینجا یا مفهوم می حدیث انما الاعمال بالنیات در دهها آیت قرآن است. و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، مصرف نکنین مگر به خاطر طلب کردن روی الله، رضای الله. الذين ينفقون اموالهم مثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله، به خاطر طلب کردن رضای الله. انما الاعمال بالنیات، عمل انسان که است به نیتش است. حتی میگن انما الاعمال بالنیات ثلث دین است، سیوم حسی دین، دو حسیش یک موضوع، ولی نیت درست، اخلاص، نیت درست، هی بسیار مهم. برای یک مؤمن بسیار یک حیاتی است برش، همه منافعش به ارتباط داره. ثلث دین، سیوم حسی دینه. ولی متاسفانه که در این مسلمانای فعلی ما افغانستان همه جا امنیت درست، اخلاص اکثریتش نداره، کم است در بینشان. کل به خاطر میغسیالی و شریکی و قومی و بد نگوین و بدنام میشیم و بیابرو میشیم و آبرو و غیر آبرو و این همی چیزا. مرده که میموره از مسقاتش گرفته و تا روز اول و روز دو و روز سه و ختم و 40 سال، کلش به خاطر چیز؟ آبرو. بی آبرو نشیم، بی عزت نشیم، مردم دوما میزنه، باش که مردم نگویه که چطور شد، هیچ خشک و خالی بود. مردم ایتو، مردم اوتو، مردم اوتو، اینه به خاطر که مردم ما را خوب بگه، مردم ما را اینه میخلا، برباد شدی. 100 لک مصرف کنیم به خاطر مردم هیچ هست و الله جزا میتدد. شرک هم کردی، شرک اصغر، ریا هم کردی، هم پیسیت باطل شد، ابطال کردی پولتا 100 لکتا، و هم پیش الله مجرم میری، گناه هم کردی. حتی داروسی مصرف میکنه، چرا 500 نفری دوتل بگیریم میگه مردم ما را بد نگوه، اگه دوتل بگیریم مردم ما را خوب میگه. همین عروسیش هم نه، خویی هم خویی یک صدقه است، یک نوع صدقه است. ولی تو چرا این قسم میکنی؟ اکثریت نان عروسی هم این قسمی است، لله فی الله نیست، به خاطر الله نیست، نه گپ مردم است. اینه کلش برباد شد. بسیار نیت ها را صحیح کنین، نیت، اخلاص، هدف فقط الله باشه. اگر این کار کردی مردم بیازو تو را میگه، حج میری به خاطر الله برو، باز بیازو مردم تو را حاجی میگه، بخوای نخوایی که بگوی نگو حاجی، میگن نه حاجی صاحب سنگ، حاجی صاحب بخیر حال، حاجی صاحب حالا میره میگه. ولی چرا؟ ولی اگر به خاطر میکردی که باش مردم ما را حاجی بگوی، او ثواب همه چیز حجت برباد شد، حجت باطل شد. و اونمو حدیث صحیح هم است که بازی تو آدم الله ازم تو بروی کش کنه به طرف جهنم میبره. بروی حدیث صحیح است، خواندیم نه؟ قاری قرآن میاد میگه قرأت فیک یا الله، به خاطر تو قرآن خواندم. میگه نه کذبت، دروغ میگی، به این خاطر خواندی لیقال لک قاری، برای تو قاری گفته شد. مردم در دنیا قاری گفت عزت تکدن، ختمه و اسقاطا و یار زدی، برو دیگه گفت خلاص شد. در ختم رمضان هر جای عزتت شد، برو جهنم. یسحب فی النار، بروی کش کردن میشه به طرف آتش. حدیث صحیح. حاجی میگه اش کردم به خاطر رضای تو، الله میگه کذبت، دروغ گفتی، به خاطر ازی کردی که مردم بر تو حاجی بگوید و او گفته شد، ثوابت در دنیا گرفتی، باز بروی به طرف آتش میره. صدقه دهنده هم میگه به خاطر تو یا الله دادم. مجاهد میگه به خاطر تو جهاد کردی، میگه دروغ میگی به خاطر قهرمانی جهاد کردی، به خاطر شهرت، به خاطر پول و پیسه او را به دست آوردی. مردم قهرمان گفتد، مردم شجاع گفتد، گفت خلاص شد، پیش ما چیز نداری، برو کشش کن، بروی به طرف آتش میره. چقدر خطرناک است. جهاد بکو، برو در جهنم. صدقه و مال تا مصرف کو، قرآن بخوان، حفظ کو، برو به جهنم. حج برو بیت الله، برو به جهنم. چرا؟ زیرا انما الاعمال بالنیات، ثلث دین.
من فکر میکنم نصف دین از دیگه نه. عملت نیتت صحیح نیست، اخلاص نداری. این را باید ما و شما جور کنیم. اینجا که جمع میشیم فقط به خاطر الله و تطبیق اسلام. اینجا به دیگه هدف ما و شما جمع نشویم. اگر دیگه هدف بود به می خاطر که الله راضی شود، اسلام نشر شود، اسلام تطبیق شود، مردم بیدار شود، کار کنیم، ما مردم به اسلام دعوت کنیم. جهل یک مرض بزرگ است که در امت به صورت وافر وسیع وجود دارد. لیس علیک هداهم ولکن الله یهدی من یشاء. سعی کنین قبلا الله کسایی که صدقات میکنه در بینشان آدمای گمراه زیاد بود. یک نوع کسایی بود که صدقه میکنن من و عزی، به خاطر منت گذاری، به خاطر ضرر رساندن، خدمت گرفتن مردم. یک گروه دیگهش ریا بود، نه؟ ریا میکردن، نمایش میدادن مردم و به این خاطر پولای خدا را مصرف میکردن. و یک گروه دیگه مشرک بود، به خاطر عقاید شرکی خدا مصرف میکردن. و یک گروه دیگه شی بود که مالای کره خدا نه، مال صحیح را نمیتنه، مالای همون پس افتیده و خودش استفاده نمیکنه، همین تو مالا را مصرف میکرد. الله میفرماید که اینمی تو کسا که مال صحیح را نمیتن، اینا را اینمی گروه مردم بر رسول الله سلام سرش فشار میامد که اینا چرا اصلاح نمیشن. میگفت اینا باید هدایت شون، اینا باید نیتشون صحیح شون، مال صحیح را بتن، عقیدهشون صحیح باشه. سرش فشار میامد که اینا چطور کنم. پیامبر سلام آزار میداد وجود اینمی تو مردما که اینا چطور هدایت کنم، اینا چطور برای راست برن. الله برش تسلی میده، میگه لیس علیک، با بالای تو واجب نیست هداهم، برای راست روان کردن از اینا. این واجب نیست، تو غمگین نباش از این مردم، تو کارتا بکو. ولکن الله یهدی من یشاء. الله است که برای راست روان میکنه کسی را که بخواد. اینجا هدایت توفیق دادن تو نمیتونی، این توان تو نیست. قسمی که در سورت قصص آیت 56 میاد انک لا تهدی من احببت، کسی را که تو دوست داری او را هدایت کردن نمیتونی. مثلا میال من اینجا تفسیر درس میتونم، من میگم بعضی را میبینم اصلاح نمیشه، یا بعضی را میبینم نمیایه. اگر ما بگم مردم نامتی دیگه اصلاح نشد ولی بیا الا بتینی همین تفسیر بیان نمیکنیم، نه این گپ صحیح نیست. غمگین جگرخون میشیم، شبیم خیر است، دعوت کار کنیم، ولی تو غمگینیه که دل ما سرد شو از کار ما نه. یکم تو میگه گمش که به این مردم فایده نداره، چی وقت تا ضایع میکنی؟ نه مشکل باش. ما مسئولیت ما همیست که قرآن برسانیم، مردم دعوت کنیم به اسلام و کارهای اسلام احکام انجام بدیم. این که چی میشه اوش کار نداریم. یکم تو میگه که تی کافر که تی غول بیابان خدا انداختی، ایره کی شکست دادم میتانه. یک میده جانت میای موشواری از یک بغل یک تق میکنی میگریزی میری، برو پشتی گپا نگه، کسی ایره شکست دادن نمیتانه. بسیار کلان مردم های چیزی از دستشان نامد. نه ما میگیم ما اینمی موشواری هرچی که توانایی اینمی وظیفه ماست، اینمی مسئولیت ماست. چی میشه کار ندارم، من اینمی کارا میکنم تا که زنده است. موشه چی کنیم که اون هدایت میشه نمیشه، پیروزی میایه نمیایه، کافر شکست میخوره نمیخوره، اوشه ما کار نداریم. توجه شدین؟ وظیفه ما است که ما اینمی عملی که الله حکم کرده ای را انجام بده. اگر که نتیجه مرتب میکنه الله وعده کرده، اگر نکنه موشه ما کار نداریم. نوح علیه السلام که 900 سال دعوت کرد، الله در آیت صریح میگه 900 سال او دعوتی که کرد 900 سال و بسیار کم کسا ایمان آورده. بعضی میگه 6 نفر ایمان آورد، بعضی میگه 40 بسیار زیادش 80 نفر در 900 سال. عمر ما شما تا بالا 50 و 60 الی 70 80 میریم هم بسیار که به صورت طبیعی باشه. 900 سال دعوت شما میتونی شب و روز. او میگفت که مردم جور نمیشه، بیا برو قرار خوابتا بکو پشتش نگرد. نه وظیفه خود انجام داد. و الله بر نوح علیه السلام چی میگه؟ سلام علی نوح فی العالمین، سلامتی باد به نوح علیه السلام در عالمیان، در انسانهای روی زمین. آفرین شاباس، وظیفه تا انجام دادی. الله در قصه این است که تو چی میکنی، تو کار نداری، وظیفه تا انجام بده. کی هدایت میشه نمیشه، این کار الله. کی برای درست روان میشه نمیشه، این کار الله. متوجه شدین؟ یکم دفعه ما شما میگیم فایده نداره، گمش کو. یکم تا میگم این بدین گپ زد، چرا نمیگی فایده نداره؟ این فایده نداره. حالا تو را چی با فایدهش؟
تو وظیفه تیست که من را منکم منکرا فلیغیره بیدی. کسی از شما گناه را دید باید تو را به دست خود تغییر بده. فإن لم یستطع فبلسان، یا به زبانش. حالا کفریات شتیات میگه خود ردش کو، عقیدش خراب است، ردش کو. تو را چی که چی میشه؟ فایده نداره، فایده نداره. این بسیار گپ خطرناک است. لیس علیک هداهم، نیست به بالای تو ای پیامبر هداهم هدایت کردن از اینا. هدایت به معنای ازی که راه نشان دادن این خواه است که راه را نشان. اینجا هدایت به معنای توفیق است، به معنای راه درست روان کردن است، مسلمان جور کردن. این به بالای تو نیست. الله پیامبر میگه به بالای تو واجب نیست. ولکن الله یهدی، الله است که برای راست مردم روان میکنه. تو غمگین نشو. اینالی مردمایی که به خاطر این صدقه میکنه پشت از وا نگرد، یا عقایدش خراب است. و این در سبب نزول از یا ما او را براتون بگویم این است که و به سند جید است سبب نزولش، که بعضی یهودیایی که اهل پیمان بودن در مدینه منوره، مسلمانان سر از اونا پول خدا را مصرف میکرد. وقتی که مسلمانان زیاد شد گفت گمش کو، حالا ما به یا ضرورت نداریم، ما سر از یا صدقه کردیم که مؤمن شود. یهود بود، حالا که مؤمن نشد دیگه مال مصرف نمیکنیم. الله گفت که این هدایت اینا به بالای تو نیست، تو کار تا بکن. یعنی تو صدقه تا به خاطر دعوت، هدف تیست که این مردم مسلمان شود، این مردم برای درست بیاد، تو می کار بکن. این که او چی میشه تو کار نداری. حتی میگه به یهود هم میگه است صدقه تا بده که چی میشه کار نداری، هدایت میشه نمیشه. و ما تنفقوا من خیر فلانفسکم، آنچه که مصرف میکنین از خیر، این خیر مال چی گفته الله؟ خیر مال. اینمی مال دنیا را خیر میگه. چرا؟ زیرا دایی هم خیر دنیاست، منفعت دنیا. ما شما چقدر کارهای ما را میکنیم و هم خیر آخرت است. مال چیز بد نیست. این که مولای صاحبان میگن که مال چیز بد است، او مالدار، او سرمایه دار، تباستی، ایستی، وستی، کدام سرمایه دار؟ حالا مرا خب مشخص کن. اگر سرمایه دار مالش درای غیر الله مصرف شده بگو. یکم تو میگم این نفس سرمایه دارا خلاص هستند، جهنمی هستند. سرمایه دار است برو گپش خلاص است. نه، در حالی که سرمایه دار ثوابش از فقیر کردن در روز قیامت بالاست. اون حدیث سعید بخاری و غیره است. همون فقرایی که آمد پیش رسول الله صلی الله علیه و آله گفت ذهب اهل الدثور، سرمایه دارا بسیار ثوابا را بردن. جهاد میکنن ما میکنیم، نماز میخوانن ما میخوانیم، روزه ما میگیریم، دعوت ما میکنیم، ولی اونا زکات میتن، اونا حج میکنن، اونا عمره میکنن، اونا صدقات میکنن. ما چطور کنیم؟ از این ثوابا مانده. پیامبر صلی الله علیه و آله گفت شما بعد از نماز فرض 33 بار سبحان الله، 33 بار الحمدلله، 34 بار الله اکبر بگوین، ثواب شما به ما میرسه. ثواب این رسای کنیم. یا که شروع کردن سرمایه دارا خبر شدن، ما هم شروع کردن، ما هم 33 بار سبحان الله ذکر کردن. بعضی فقیرا آمد گفت یا رسول الله یا خویام می ذکر گفتن، همه عبادت بدنی را کردن، چطور میشه؟ خب بازی ثواب از اینا زیاد شد. پیامبر صلی الله علیه و آله گفت ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء، این فضل الله میدهد کسی را که بخواد. بس دیگه خلاص، شما به اونا رسیدگی کده نمیتونی. سرمایه دار که مالش در راه الله مصرف شد درجهش بسیار بالاست. عثمان رضی الله عنه که در جیش العسره در جنگ تبوک سرمایه چی آورد، به هزاران نفر تجهیز کرد. جنگ تبوک، جیش العسره، لشکر سخت، بسیار گرمی هم بود، در برابر امپراتور روم جنگ بود. این قدر پول آورد، چیز داد، شمشیر آورد دیگه، اسبار آورد، شترار آورد، بیش از 1000 شتر، بیش از 2000 دینار پیسه طلا. رسول الله صلی الله علیه و گفت که ما ضر عثمان بعد از این با عثمان هیچ گناهی ضرر رسانده نمیتونه. الله هدایتش تضمین کرد که بعد از این دیگه اهل جنت شده. این خود سرمایه که در راه درست مصرف شد. ما ایرا ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. و از فقر رسول الله پناه خواست. اللهم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، از کفر و فقر پناه میخوام. من القلة والذلة، کمی و ذلت. اگه فقر آمد صبرش جدا. این که اگم تا میگه پیامبر گفت الفقر و فخری، فقر اومد، این غلط است، این حدیث نیست، این ضعیف است. این حدیث خود مولوی صاحب بازکاش که اکثر این مولای ما دو چشمش در جیب مردم است، نه باز این پیسه و پول رد کردن میره. حالا اگه تو پول سرمایه داشته باشی حق بیان کردن میتونی، نه
نداری، دو چشم دجه مردم از حقم بیان کردن نمیتون. و ما تنفقوا من خیر فلانفسکم، آنچه که مصرف میکنین من خیر مال برای نفسا و فایده خودتان است، یعنی شما به خاطر منفعت جانتان پول مصرف کنین. این در دنیا و آخرت به خیرت است. در دنیا مصیبت ها را الله دفع میکنه، در آخرت اجر و ثواب و چقدر اجرها. و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، این جمله خبری است، مصرف نمیکنین مگر به خاطر طلب الله، ولی به معنای انشاء نهیه. و ما تنفقوا یعنی لا تنفقوا، مصرف نکنین در هیچ را الا ابتغاء مگر به خاطر طلب کردن وجه الله، روی الله. اینجا امر کرد الله، یعنی نفقیتان فقط به خاطر الله باشه، فقط و فقط، و حاکمیت دین الله باشه. اونمو هم هدفش ابتغاء مرضات الله است. یا بعضی علامه قرطبی میگه که الله در اینجا از ایمان صحابه به ایمان صحابه شهادت میگه، این مقام صحابه است. و ما تنفقون، شما مصرف نمیکنین ای صحابه الا ابتغاء وجه الله مگر به خاطر طلب کردن روی الله، یعنی الله شهادت میده که انفاق صحابه به خاطر الله است. پس اینجا مقام صحابه است. یا نهی به معنای خبر به معنای انشاء است که لا تنفقوا. وجه الله، وجه معنای حقیقیش روی گفته میشه. وجه کیفیتش الله روی داره، بله. چه قسمت نمیفهم کیفیتش. فلسفه گفته میشه، نه فلسفه بنده. فلسفه هم نمیگیم و نه دیگه الله به ما خبر نداده که روی ما چه قسمت. و معنای حقیقی روی مثل روی ما نه، استغفر الله، لیس که مثله شیء، هیچ چیز مثل از اون نیست، نه مثل روی نه مثل الله. ید هم داره و الله وجه هم داره، نفس هم داره، قدرت هم داره، حیات هم داره، هر نوع صفاتی که برای خود ثابت کرده داره. اگر که در لفظ مشابه ما شما، الله هم قدرت داره، ما هم الله هم علم داره، ما هم، این مشارکت لفظی است، ولی در معنا و مفهوم و کیفیت هیچ مماثل با ما نیست، نه ذاتش نه صفاتش، هیچ کسی. ولم یکن له کفوا احد، هیچ کس هم مانند و مثلش نیست. اینمی عقیده صحابه بود و ما هم عقیده را داریم و می تو پیش میریم. بعضی می وجه الله چطور برو در فلسفه چی کنیم ما؟ یکم تا میگه خیلی فیلسوفا را چطور جواب بتیم؟ بلا ده پس فیلسوف چی کنیم ما؟ فیلسوفا را سوال میکنن، انتقاد مردم را چطور خیلی جواب بتیم؟ انتقاد مردم را مطابق قرآن جواب بتیم. بازو میگه مسلمان نمیشنی قناعت نمیکنن، بلا ده پسش قناعت نکن دیگه. ما کار نداریم، میکنه قناعت نمیکنه. نه یکم دلایل عقلی نگویم، نه 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 حق نداری دلایل عقلی، عقل تا اینجا نه جنگان. خب میگه والا چطور میشه؟ این شیطان وسوسه کرده میره بی. و ما تنفقوا من خیر یوفی الیکم، آنچه که مصرف میکنین ما موصول است. الذی تنفقوا من خیر، از خیر. خیر چی؟ مال حلال، مال اینا باز خیر. یوفی الیکم، پورا داده میشه به شما، ثوابش به صورت کامل، حتی زیاد هم میشه، معنی زیادت نیست. الله میگه که خب امنیت یایتان سعیست، پورا ثوابش پورا، هیچ چیزش کم نمیشه. و انتم لا تظلمون، شما مسلمان ها به بالایتان ظلم نمیشه، یعنی ثواب صدقه تان کم نمیشه، هو به او برد داده میشه، حتی زیاد هم میشه، 1 به 10 بس 700. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. 273. در این آیت الله کسایی که مستحق مصرف است با بالای کی مصرف کنیم اونا را بیان میکنه. للفقراء، برای فقیرا مالایتان مصرف کنین. الذين آن فقرای احصروا که بند کرده شدن، فی سبیل الله در راه الله که دعوت جهاد است، لا یستطیعون توانایی ندارند ضربا سفر کردن، فی الارض در زمین، یحسبهم الجاهل گمان میکند یک کسی که بیخبر است از حالت ازیا، اغنیاء غنی و سرمایه‌دار یارا فکر میکنه. این فقیرا را از جهت چی سرمایه‌دار فکرش میکنه؟ من التعفف، از جهت پاکدامنی و عدم سوال کردن که هیچ سوال نمیکنن. تعرفون، میشناسی اونا را. چطور بشناسیم؟ میشناسی بسیمام، به چهرهایشان همون علامات فقر در چهرهایشان وجود داره، تواضع است، عاجزی. لا يسألون الناس الحافا، سوال نمیکند مردم الحافا بی ضرورت،
تا که ضرورت اشد نشه سوال نمیکنه. و ما تنفقوا من خیر، آنچه که مصرف میکنین از خیر مال حلال، فإن الله به علیم، بدون شک الله به او علیم عالم است. جزای خیرت، جزای صدقات مالتان، نفقاتتان میده. خب مستحقینش که مسئله زکات است، زکات فرضی در سوره توبه بیان شده. انما صدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم و فی سبیل الله و فی الرقاب، و 8 گروه مردم یا 7 گروه مردم الله در سوره توبه میگه. ولی اینجا غیر از زکات فرضی دیگه زکات صدقات واجبه و نفلی است. کی را برای کی بتین؟ یک گروه بیان میکند که فقرا. علامات این کسایی که مستحق است للفقراء النفقات لله، نفقاتی که مصرف میکنین به خاطر الله، للفقراء از برای فقرا. فقرا جمع فقیر. فقیر کسی گفتیم که یک وقت نان داره دیگه نداره یا هیچ نداره. الذين کدام فقرا او فقیرا خو زیاده در لبای سرک و هر جای استاده. کدامش باز بسیار بهتر است. دی سرک ها مفتیدگیستن نه؟ در لبای سرک هر طرف میفتده، پالیو کنجای مسجد افتیدگیست، مختلف گروه مردم هستند. الله میگه الذین، دیگه صفتشون الذین آن فقرای، یک صفت دارن احصروا که احصار شدن. احصار به معنای منع شدن که انسان بند می شود، یک مانی عارضی پیدا میشه که یا جهاد کردن است یا دعوت است یا این میگه پا است یا درس و تدریس است. احصروا احصار شدن، بند شدن فی سبیل الله در راه الله، یعنی جان خدا نه اینا محصور کردن به خاطر چی؟ جهاد. در راه جهاد هستند. فی سبیل الله به خاطر حاکمین مجاهد هستند، دعوت کننده هستند یا درس و تدریس درس میخوانند، علم یاد میکنند. اینا کی است؟ به اتفاق مفسرین اینا اصحاب صفه بودند. و حدیث صحیح میاد اصحاب صفه. اصحاب صفه کسایی بود که صفه مسجد یک صفه کلان داشت و تعدادشان تقریبا 400 نفر بود. 400 طالبایی بودن در مسجد نبوی بودن، طالب العلم ولی در عین وقت مجاهد. چه یک طالبی بودن، من که دیدم تعجب کردم. علم پیش رسول هم خوانده میرفت، باز وقتی که جهاد میشد حرکت میکرد. سریعه ها را که سریعی که در رسول هم نمیبود اکثر هم یا انجام میداد. و این بار میگم در فلانا قبیله کفار جمع شده به جهاد کی میره؟ دست بالا میکرد، خیس میزدن، مردم برش اسبا و شمشیرها را میآورد یا میره جهاد میکردن، میزدن، بعدش باز میآمدن درس میخوان. آماده باش بود. این تو طالب علم طالب علم باشی در مسجد یا در مدرسه که هر وقت ضرورت به جهاد شد آماده شد. ولی جهاد به خاطر چی؟ حاکمیت دین الله، نه در دیگر راه. در دیگر راه نه، دین الله حاکم شد، نه که به ضد دین الله باشی. اگر در این روزا فکرت باشه میگه 2-3 روز شد جهاد اعلان شده. چه قسم جهاد؟ جهاد ملی. جهاد ملی اعلان شد. میگه آیتای جهاد خان گفت جهاد اعلان شد. یکم دفعه که ما میگیم که کلمه جهاد باشه و نباشه، این کسایی که بیدین است هر وقت که به نفسشان یک مشکلات پیدا شد جهاد اعلان میکنه. دیگه دیدن که حال جهاد به نفع ما نیست، باز میگه ممنوع جهاد خشونت است. زمانی که دیدن حالا یک مولسوالی فلانه جا را گرفتن اعلان کنین جهاد، با مولوی میخیزه که وقاتلو فی سبیل الله. مولوی هم میخیزن قتال کنین، جهاد کنین. با چی میدیدی که فتوای جهاد دادم؟ نگوی که حق نگفتی نه. جهاد کنین. علی کی؟ علی تروریستان بین المللی. علی تروریستان. حالا تو بگی تا میجا جهاد خود اصلاح بکن، احکام اسلام در می ملک تطبیق بکن اگر زور داری، اگر ایمان داری، اگر غیرت داری. و اگر میگی که غیرت افغانی مثل غیرت اسلامی، بگی نه یک حکم اسلام تطبیق کن. اگر مرد هستی بگی یک قانون کفری را رد کن، بگو که اعلامیه و جهانی حقوق بشر مخالف اسلام است، مردود است، ما با اشد الفاظ محکومش میکنیم. بگی نه اگر مرد هستی میگه پا گفتی صحیح با شد الفاظ نه تقبیحش میکنیم. بگی تقبیح کو، دیگه کاری هم کردن نمیتون. دروغ است یا پا کلش یک چیز است.
احصروا فی سبیل الله، جهاد به خاطر حکم. اینا بند شدن به خاطر در راه الله، راه الله جهاد میکنن. اصحاب صفا بودن، طالبای علم بودن. چی طالبای علمی بود ها؟ الله چه قسم اونو را طالب علم واقعی میگن نه؟ ولی بسیار مشکلات هم داشتن، تو نبود که همیشه نان پلاوشان برسه، آماده باش بودن. در سریه هایی که جنگ هایی که رسول الله صلی الله علیه و آله نمی بود کی میره؟ حاجت میرفتن، حرکت میکرد. یک دیگه صفتشان احصروا فی سبیل الله. سوم چیز لا یستطیعون ضربا فی الارض، توانایی ندارن سفر کردن در زمین. به خاطر چی؟ به خاطر کسب معاش و اقتصاد، به خاطر که در راه الله محصور شده مجاهد است و در تدریس هم میخوانه. اینا نمیتونه که سفر کنه و تجارت کنه، بر تجارت سفر کردن نمیتونه. در راه الله خدا محصور ساختگی است، جان خدا وقف کرده. اصحاب صفا چی آدمایی بود؟ کل جانشون در راه الله وقف. دایم آماده باش نه؟ این تو کامیاب میشه. توانایی ندارن که سفر کنن در زمین، نمیتونن که برای تجارت و اینا برون. این دیگه صفتشون. خب این که از سبب است. خب سببش چیست؟ فی سبیل الله. سببش چرا در راه الله محصور است؟ به خاطر که تجارت نمیکنه. اگر هر کدامش کار کنه میتونه زندگی خود پیش ببره، حتی سرمایه کسب کنه، نمیکنه، در راه الله است. این سه. چهارم صفتش یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف، گمان میکند به اینها الجاهل، کسی که بیخبره. جاهل اینجا با معنای بیسواد نیست. خب جاهل اینجا با معنای بیخبر، بی تجربه، کسی که تجربه اینا رو نکرده، اگر که پروفسور باشه یعنی علمش بالاست ولی بیخبر از حالت اینا، تجربهش نکرده. اغنیاء، گمان میکنه که اینا غنی و سرمایه دار است، پیسه دار هستن. میگن حجت چی؟ من التعفف، حجت کاملا پاک دامنی و خود حفظ کردن از سوال. هیچ سوال نمیکنه. خود لباسه خودم بسیار کونه نگاه نمیکنه، لباس پاک میپوشه، صحیح میپوشه، خدا پاک نگاه میکنه. یکم تا بسیاری کسا میتوست قرضدار از چیز نداره و در راه الله خدا وقف کردگیست، ولی در ظاهر که ببینی میگی سرمایه داره، نداره. ای که سوال نمیکنه، نه تو میگی. باید تو رینال انسان چی کند؟ باید از حالت ازی خود خبر بسازه. الله در اینجا اشاره میکنه که شما از حالت این تو مردم خبردار شوین. کدام مردم؟ تحقیقات کنین اینا و در راه از اینا به خاطر پیشبرد دین الله با اینا کمک کنین، مالتان انفاق کنین. این سوال نمیکنه خودش. تعفف از عفت با معنای منع کردن از سوال، کف بند شدن از یک چیز، ایجا سوال نمیکنه از مردم، پاک دامن هستن. خودم ما شما خبر بسازیم یا از طریق خیشا و قوما و ایناش باید مستحق بشناسیم. خب باز اینجا سوال خیلی پیدا میشه که شناخته نمیشه. میگه تعریفون بسیما، میشناسیشان به سیما و چهرهایشان. مجاهد میگه که خشوع در قلبشان است، تواضع ایمان در وجودش معلوم میشه. ایمان عزیز. و ربیع میفرماید یک مفسر دیگه است که سیما هم با معنای مو علامات فقر که یک ذره رنگشان زرد است، بسیار چی نیست. از خوارج که سعی کنیم میفهمی که فقر دایی است، یعنی بسیار چیزای خوراک نیست که بخوره، انجام خوراکای خوب برش نیست. موت یک کمک لاغر است، رنگ زرد است، میگه رنگایشان به زردی مایل به زردی است، انجت غذای کم از یوم شناخته میشه. دیگه بعضی مفسرین میگه که بسیمام از اون چهره‌های سجده و ایمان ده رویشان معلوم میشه، ازیت بسیار سجده کردن و بسیار عبادت کردن الله. پس اینها را میگه میشناسی با چهره‌هایشان، حالاتشان. پس انسان باید تحقیق کنه. لا يسألون الناس الحافا، سوال نمیکنه از مردم الحافا بی ضرورت. الحاف ایرا میگه که یک سوالگر دم پشتت خودم میچسبانه، مثل الحاف از لحاف گرفته شده. لحاف که در جانت میپرتی در بدن جخت میشه، نه میچسبه. اینا هم بعضی سوالگراست که پشتت محکم میگیره، هرچی میگی تو نه هرچی که میری یکم تا دامنت محکم میگیره. ایسو برو بته خیره. این قسم نمیکنه. اینجا یک سوال پیدا میشه که الحافن سوال نمیکنه اما غیر از او سوال میکنه، بسیار شله نیست سوال. جوابش است که نه، اینجا قید و مقید اردوش منفی است. سوال نمیکنه نه الحاف که بسیار شله شون و نه غیر الحاف که بدون شله. قید و مقید حذف شده. اگر تنها
لا نافیه را ما متوجه قید بسازیم که الحافاً با معنای شلگی نیست، معنایش بی ضرورت است. و در این بار حدیث صحیح است که من دیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید که یک کسی که 40 درهم در خانهش است او دیگه سوال نباید بکنه. اگر 40 درهم در خانهش بود سوال کرد بازی الحاف کرده کیست، الحاف که گناه کرده. این حدیث صحیح است. 40 درهمش خب آل 1 درهم 4 گرم یا 5 گرم اون چی میشه 1 گرم نقره که 100 روپیه کنیم 100 بگیری شاید که 10,000 15,000 باشه. در 15,000 در خانهش داره دیگه ازی سوال نکنه، یا 5,000 در خانه خود داره. اگه سوال کرد خلاص. ولی می سوالگرای حرفه‌ای را ببینی لگا در خانهشانه قرار دم سرکا خود انداختگیستن تجارت کرده رایست. سوال نمیکنن الحافاً بی ضرورت تا که شد ضرورت پیدا نشه. مثلا مجاهد است تا که ضرورت برش پیدا نشه از کسی سوال نمیکنه. آن در راه الله جهاد کردن میره. هر وقت که ضرورت پیدا شد با میگه بده. زکات والا را میگه بیارین زکات تونه بتین. صدقات والا را میگه سرمایه‌دار را بیارین بتین. حالا یکم تو میگه زکات رو بزور گرفت. حال بزور خدا اسلام بزور است. اون میگه دیگه یکم مجاهد مثل که در دوران مجاهدین علیه روسان بود. میگفت که ما در راه الله به این خاطر جهاد میکنیم که دین الله حاکم شود، ولی زکات حکومت نیست که بگیره. بنان ما مجاهد هستیم میره بزور میگرفت. سرمایه‌دار میگه زکات چقدر میشه اینو بده به ما. او کارشون صحیح بود. هیچ کدام گپی نیست. لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. آنچه که مصرف میکنین از مال از خیر بدون شک الله با او عالم است، یعنی ثواب جزایش به شما میده. الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجر من ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. در این آیت الله ایرا بیان میکند که صدقه 24 ساعت باشه، وقت مشخص نداره. کسایی که مصرف میکنند مال خودان را باللیل به شب و نهار روز سرا پنهانی و علانیتا آشکارا فلهم از برایشان اجر و ثوابشان است عند ربهم به نزد پروردگار و معبودشان ولا خوف علیهم نمی باشه ترس به بالای از اینا در روز قیامت ولا هم یحزنون و نه غمگین میشن از چیزایی که در دنیا مانده. سعی کنین مردم بعضی وقت صدقات نفلی و یا خدانا در روزهای مشخص میکنن. مرده که مرد روز اول سر قبر بیار، با روز دو، روز سه، با شب جمعه. نه جمعه هم اولیش میگه ضروره یا ختم بکو. بعد از اون میمانه بعضی ها اگر بسیار چی باشن پیسه دار دیگه جمعه تا 40 که شد بازم تو یک کلان خیرات میگم سلویختم ده میگه سلویختم 40 میشن. بعد میمانه سال که شد بازم تو یک مصرف دیگه میکنه. مثل که دیروز روز 40 فرخنده که بعضی ها کشته بودش، روز 40 گرفتن او را تجلیلش کردن با انواع گناهان. 40 خودش بدعت، تجلیلش دیگه بدعت و فیلم هم سر از او پر کردن. جامعه مدنی، جامعه دموکراسی و جامعه غلامای کفار جمع شدن یک کارایی کردن که با یک زن در دادن، یک زن تمثیل کردن، ایسو کردن. این ما از فرخنده دفاع کردیم. یک زن آوردن سر شلاش کردن، ایسو زدن و حالا گفت نزن و چی قوی کارا کردن. ما تمثیل کردیم، ما خشونت رد کردیم، دیگه نباید زن افغانی تو شود. نامش مانده جامعه مدنی. چقدر خوب نام. کارش کلش بزد اسلام، عقیدش بزد اسلام و قرآن. نامش جامعه مدنی. اینجا الله میگه شب روز مصرف کنین. یکم خیرات خورا مدرسه همی شب جمعه گفته شده چی میگه شب جمعه نه؟ شب جمعه است. صبح که پنجشنبه میگه شب جمعه. یعنی شب جمعه روانه. بده شب جمعه. دیگه روز 3 شب بگی، روز 6 شب بگی. یا کلش یا روز میلاد مصرف میکنن. کلش بدعت، کل بدعت ضلال. هر بدعت گمراهی. من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد. کسی اگه عملی را کرد دو دین ما نیست و مردود است. یا کلش نه 40 سال این کلش بدعت گناه. الذين ينفقون کسایی که مصرف میکنن اموالهم مالای خودان را باللیل در شب و نهار در روز. اینه یعنی شب و روز سرن پنهانی علانیت آشکارا. بعضی میگه که واقعا این معنام صحیح است. میگه این مثالش از برای کسی است که یک کسی اسب خدا
وقت درای جهاد اسباب بود. اسب خدا درای الله ماندگی است. نانش میته و امی دانباب برش میته 24 ساعت نگاهش کرده. اینال اسب که غله میته هم درای الله است. حتی دوادی صحیح میاد که امو سرگینش هم که است میاد درای الله است. همه چیزایی که دیمت با سرن آشکارا میکشش، پنهانش میکنه در خانه، آشکارا میکشش در بیرون 24 ساعت درای الله آماده کرده. اسب کمی جهاد شد اسب ضرورت است میته بگی بابا. باز که خلاص شد نگاهش میکنه. باز یک ماباد میگه لشکرکشی حمله شروع بته میتدش بگی بابا. یعنی همیشه اسب خدا درای الله وقف کردگی است. این میام انفاق میکنه مال خدا شب و روز. او هم شامل است مجاهده که مال خدا در خدمت الله دائمی ماند. و این هم که در عام نفقات شب و روز مصرف میکنه. شب جمعه وی نداره، شنبه باشه پنجشنبه هر وقت مصرف میکنه. سرن آشکارا که زکات ویناست، سرن پنهان که نفقات نفلیه، علانیتا آشکارا زکات و غیره. فلهم اجرهم از برای اینا ثوابشان است عند ربهم جنت ولا خوف علیهم دخول اولی جنت نصیبش میشن. ترس با بالاشان نیست در روز قیامت، نه از سختی مرگ، نه از قبر، نه از حشر و نه از جهنم. الله ما و شما را تو توفیق بده. ولا هم یحزنون و نه غمگین میشن آنچه که در دنیا مال و سرمایه و یاش مصرف شد هیچ دقیقش نیست، هیچ غم نداره. فقط الله نعمتها را برش میته، دخول اولی جنت نصیبش میشه. الله با ما و شما توفیق بده که مالای خدا در راه الله 24 ساعت به صورت درست مصرف کنیم. ربنا وفقنا لما تحب و ترضى. ربنا اصلح لنا شأننا كله